بچه سلام، چطورید؟ ما این هفته عروسی دعوت شدیم، عروسی پسر خالمه و اینکه خیلی شلوغ بودم این هفته. همزمان کار میکردم، همزمان باید یه سری کار شخصی خودم میرسیدم. بعد این هفته کلا رش بارونیه، یعنی واقعا خیلی سخته توی این بارون بخوای بری بیرون کاراتو بکنی دیگه. خلاصه که نمیدونم چرا این هفته رفتم لباس خریدم، ولی اصلا یادم رفت که بخوام ویدیو بگیرم برای یوتیوب. ولی لباسم خیلی خوشگله، حالا پوشیدمش حتما ویدیو میگیرم. بعد اینکه الان اومدم لباسم بدم خوشویی، رفتم آرایشگاه دیگه. براتون بگم همین دیگه، کارای اینجوری. خیلی یهویی دیروز من به چند تا جا برای رشته معماری که خوندم رزومه فرستادم، چند تا شرکت، و در عین ناباوری یه جا به هم گفتش که بیا برای مصاحبه و خیلی جالب بود، خیلی چون کارش رو دوست داشتم و کلا دوست داشتم که اونجا بخوام تجربه کار کردن رو داشته باشم، حالا جزو رزومم باشه. و جالب شد که به هم گفتن که اوکی دادن و گفتن که بیا برای مصاحبه. حالا امروز ساعت 4:30 باید برم، الان تقریبا ساعت 3 و باید سریع برم خونه یه چیزی بخورم، حاضر شم برم برای مصاحبه ببینم که چطوری میشه. امیدوارم که اوکی بشه و حالا ببینیم بعدش میام بهتون میگم که چجوری بود مصاحبه. بچه‌ها سلام، من اومدم خونه. یعنی ساعت چنده ببینم ساعت 7:30 تقریبا. ساعت 4:30 مصاحبه داشتم، رفتم، خوب بود. ببین کلا خب من این شرکت رو قبل میشناختم، یعنی کاراشون حالا تو سطح شهر فروشگاه دارن، کار چوبی انجام میدن. کلا کاراشون رو دیده بودم، میدونستم که مثلا کاراشون چیه و چه سبکی کار میکنن، ولی خب حالا کارخونهشون و در واقع تولیدیشون رو تا حالا نرفته بودم. ولی خب رفتم و با مدیرش صحبت کردم، مصاحبه‌ام با مدیرش بود. بعد دیگه خوب بود، کلا اوکی بود و فکر میکنم هم که تقریبا خودش اوکی بود، ولی به هم گفتش که باید بررسی کنیم بازم و حالا به شما خبر میدیم. حالا نمیدونم دیگه، هرچی که بشه انشالله که خیره. حاضر شدم، دوباره میخوام برم بیرون، یه سه کار دیگه دارم. بیرون به شدت بارونه، یعنی اصلا واقعا این هفته خیلی بارونی و بعد بارون تیز، یعنی یه جوری میزنه که تو اصلا برف پاکن داره کنده میشه. و به شدت ترافیک، یعنی من امروز حالا از شانسم تایمایی که رفتم بیرون قشنگ تایمایی بودش که مدارس تعطیل میشد. بعد دوباره الانم دوباره که داشتم می اومدم از اون شرکت از مصاحبه که داشتم می اومدم ساعت 5:30 اینا بود، باز تایمی بودش که همه شرکت ها تعطیل کرده بودن، همه داشتن می اومدن می رفتن خونه هاشون. خیلی شلوغ و بارونیه به شدت، ولی متاسفانه باز الان مجبوریم که بریم بیرون. با مامانم میخوام برم، یه سری خرید داره، لباسشو تحویل بگیره و اینا دیگه. کلا کارای قبل عروسی رو داریم انجام میدیم دیگه. بعد همین، حالا اگه باز رفتم بیرون احتمالا نمیدونم، شاید با یکی از دوستان برم بیرون بعدش، ببینم که زنگ بزنم ببینم کجاست.
بچه سلام، چطورید؟ امروز جمعه است. ما شب خونه یکی از بچه ها بودیم، بعد دیگه الان تقریبا نزدیک ظهره. اومدیم بیرون از خونه. چه هوایی شده. دو سه روز کم کنم اینا. 2-3 روز بارون بود دیگه، آفتاب شده. منم خیلی، یعنی حالا نمیگم بدم میاد از بارون، ولی خیلی فیوریت هم نیست. آره. بعد دیگه الان دیگه این خیلی خوبه دیگه، الان خوشحالم هوا اینجوری. بعد حالا اومدیم یه دوری بزنیم. بچه ها خواب بودن هنوز خونه دیگه، ما هم گفتیم بخوابید دیگه، خداحافظ، ما داریم میریم. بعد دیگه همین اینجوری ها. بچه سلام، من امروز با مامانم اومدم آرشمال. بعد خواستیم هواپس بخریم، البته منطقه آزاد کلا. حالا اولش اومدیم آرشمال و دیگه ناهار خوردیم همینجا. حالا میخوایم بریم برند سنتر ببینیم که اونجا میتونیم پیدا کنیم، چون مدلی که میخواستیم و اینجا نداشت. سلام، چطورید؟ من یکم صدام گرفته، فکر میکنم دارم سرما میخورم. از داخل سینوسام پره. یعنی صبح که خواب بیدار شدم گلو درد داشتم. امروز میخواستم برم باشگاه امروز صبح، ولی نشد. یعنی صبح پا شدم دیدم بارون داره میاد، سیل. بعد از طرفی گلوم هم اینجوری بود، گفتم ولش کن، حالا نمیخواد برم این همه. نرفتم، اینم روش. بعد دیگه کار دانشگاه داشتم، میخواستم برم دنبال کاری دانشگاهم که باز اونم نرفتم دیگه. نزدیکای ظهر شد، مامانم بیرون کار داشت، رفتیم با هم بیرون و دیگه همینجوری رفتیم دیگه. از ظهر رفتیم و الان تازه برگشتیم خونه. رفتیم سمت کاسپین دیگه، گفتیم بریم یه هواپس بگیریم. یه مدتی بود که قصدشو داشتیم، ولی دیگه امروز اوکی شد و رفتیم سمت کاسپین انزلی. آرشمال من نرفته بودم خودم، حالا مرکز خریدای دیگر رو رفته بودم. حالا آخریش برند سنتر بود که خب اونم حالا بعدی نبود به نسبت اون قبلی ها، ولی آرشمال خیلی جدیدتر بود، تمیز بود، خیلی اوکی بود، برنداش به نسبت بهتر بود. نهار رو اونجا خوردیم. یه دونه نمایندگی دستینی اونجا داشت که اونجا یکم چرخیدیم، ولی خب چیز مد نظرمون رو پیدا نکردیم. اولش دنبال این دوتا کشویی ها بودم. خب این
دوتا، حالا نمیدونم بهش چی میگن این دوتا کشو میگن چی میگن نمیدونم، یعنی که دوتاش در میاد که همزمان مثلا میشد دوتا برنامه جدا بهش داد. تو هر کدومش مثلا میتونستی تو یکیش مثلا سیب زمینی درست کنی، تو یکیش مثلا چه میدونم میوه خوش کنی، یا مثلا مرغ بپزی. همزمان میتونستی با هم این کار رو انجام بدی، ولی خب سایزش خیلی بزرگتر میشد و البته قیمتش نه، قیمتش تقریبا همون جوری بود، فقط سایزش گنده تر میشد. ولی در نهایت چیزی که گرفتیم برند تفال بود. خوب بود به نظرم، خیلی نسبت به چیزای دیگه که تو بازار بود. حالا نمیدونم، هنوز کار نکردیم باهاشا، ولی به نسبت ظاهر بهتر و محکمتری داشت. کشوش خیلی ریلش بهتر بود و همین. حالا اینم امتحان کنیم ببینیم چطوره. امشب گفتم توش مرغ و سیب زمینی درست کنیم. حالا الان رفتم دوش گرفتم اومدم گفتم برم اینو درست کنم. و اینکه راجب آرشمال خوب بود، کلیتش خیلی اوکی بود. حالا ما ناهارم همونجا خوردیم، ولی ناهارش بد نبود، نمیشه گفت ناهارش خیلی خوب بود غذاهاش. البته یه دونه 3 تا رستوران داشت اونجا، یکیش ایرانی بود و یکیش ساندویچ و نه 4 تا، یکیش سالاد داشت 5 تا. آره بعد اوکی بود، به نسبت خوب بود. طبقه 4مش فودکورت و سینما. حالا من تعریف سینماش هم شنیدم، دفعه دیگه حتما سینماش هم امتحان میکنم. ولی غذاهاش قابل قبول بود، نمیشه گفت غذاش مثلا فودکورت دیگه انتظار خیلی واو نمیشه ازش داشت، ولی بد نبود. ویو خوبی داشت سمت دریا. کلیت مجموعش اوکی بود. و اینکه همین آخرش هم رفتیم تو برند سنتر، اونجا خرید کردیم دیگه. براتون بگم همین دیگه. خیلی هم بارون بود به شدت. البته موقع برگشت اوکی بود دیگه، بارون قطع شده بود، ولی امروز خیلی بارون بود دیگه. اینکه بریم تست کنیم ببینیم که هواپزی چجوریه. من امتحان کردم، توش مرغ و سیب زمینی پختم و اینکه ببین اوکی بود، ولی اونایی که زیر بود یه کوچولو نپخته مونده بود. حالا من فکر میکنم که باید یه حالت سبد توری توش باشه، مثلا توش بذاریم. البته امروز یه سری رو که داشتم میدیدم اینجوری بود که خودشون توری داشتن و هوا از زیرشون هم جریان داشت، یعنی فکر میکنم که شاید اونا اگه میبودن بهتر درست میشد. ولی بنابر مجموعه عوامل خب ما اینو انتخاب کردیم و یعنی مثلا اونا قیمت های ارزون تری هم داشتن، یعنی به این معنی نیستش که مثلا این ارزون تر بود و اینا. برند خب این برندش بهتر بود و خب مثلا چیزایی که داشت برنامه های بیشتری داشت و کلا این خب به نظرمون مناسب تر بود. ولی فکر میکنم باید برای توش یه سبد پیدا کنیم که از زیرم هوا بهش بخوره و حالا به غذا بخوره و از زیرم بپزه. ولی در مجموع خوب بود، اوکیه، با توجه به اینکه خب مثلا آدم نیاز از پای گاز وایسه، غذا سرخ کنه، غذا درست کنه، روغن کمتری مصرف میشه و اینکه خیلی خوب بود. غذا رو حالا سیب زمینی و هم من دیگه سینه مرغ نذاشتم، بالو کتف داشتیم اونو گذاشتم، همون نمک فلفلش حالا ادویه هاشو بهش زدم و
یه کوچولو در حد مثلا نصف قاشق روغن ریختم روش و ماساژش دادم و گذاشتم پخت و به نظرم خوب شد. فقط این نکته‌ای که گفتم هستش دیگه که یه سبد طوری باید داشته باشه که اون زیریام قشنگ بهشون هوا برسه و بپزه. ولی خوب بود کله.